یه روزی میرسه که همه چی خوبه. یه روزی میرسه که دیگه نگرانی نداری. یه روزی میرسه که هر جا میری یه حس خیلی خوبی داری. اصلا نمیدونی چرا، ولی آرومی، ولی حس خوبی داری، ولی دلت قرصه. یه روزی میرسه که با هر مشکلی روبرو بشی حال دلت عوض نمیشه. میدونی انگاری تهش چی میشه، میدونی تهش خوبه، میدونی تهش یه قصه خوب همیشگیه. توی قصه شبای مادر بزرگا همه آدم بدا آخرش تسلیم میشن، آخرش شکست میخورن. یه روزی میرسه که زندگیمون میشه شبیه قصه مادر بزرگا، میدونی آخرش خوبه. یه روزی میرسه که با بهترین ورژن خودت روبرو میشی و اون بهت میگه ارزششو داشت. این چیه رفیق؟ یه روزی میرسه که حالت قشنگه ولی نمیدونی چرا، نمیدونی چی شده، نمیدونی با کی حرف زدی، با کی نشست و برخاست کردی، نمیدونی چی شد که اینجوری شد، ولی دیگه حالت بد نمیشه، دیگه دغدغه نداری، دیگه نگران نیستی، دیگه نمیترسی، از چی نمیترسی. یه روزی میرسه که انگار بال داری. امروز رو نگاه نکن. آره درسته هر روز روز خداست، ولی امروز اگه سختی داری میکشی، اگه حالت بده، اگه یه جوری از این دنیا گله داری، میدونی میفهمی چی میگم دیگه، اگه همه اینا هست بذار بگذره. یه روزی میرسه که همه اینا میشه خاطره، همه اینا میشه داستان قشنگ زندگیت که برای بقیه تعریف کنی و بقیه باور نکنن. چند وقت پیش کتاب پیرمرد و دریا رو خوندم. فکر می‌کردم اولش خیلی کتاب به درد نخوری، ولی ارنست همینگوی توی این کتاب یه چیز خیلی قشنگی رو توصیف کرد. یه پیرمردی بلند شد، رفت تو دریا، تو دل عمیق ترین جاهای دریا، شروع کرد شکار ماهی، شروع کرد ماهی گرفتن. یکی از بزرگترین ماهیایی که تو عمرش دیده بوده گرفت. و بعدش وقتی که ماهیو گرفت خوشحال بود، میگفت این الان میخوام برم مردم نشون بدم، بگم من چقدر خفنم، من چه ماهیگر خوبیم، اینو با قیمتی گرون میفروشم و کلی ثروتمند میشم. ماهیو گرفت و اومد، ولی کم کم اون ماهی چون زخمی شده بود خونش تو دریا پخش شد و کوسه ها می اومدن و هر کدوم یه تیکه از این ماهیو میکندن و میرفتن. پیرمرد قصه هر چقدر تلاش کرد نتونست آخر اون ماهیو نگه داره، تا آخر به ساحل رسید و یه تیکه کوچیکی از اون ماهی بیشتر نمونده بود. من میگفتم چقدر پوچ، چقدر مسخره، این اومده پوچی رو به ما توضیح بده. ولی بعد که یه ذره فکر کردم دیدم نه، اتفاقا برعکس. این اومده بگه که ماهی رو گرفتی، همون لحظه از ماهی گرفتنت لذت ببر، به خودت افتخار کن، منتظر نباش بقیه بهت افتخار کنن. میدونی خیلی حس خوبیه. میدونی آدم وقتی بخواد برای خودش زندگی کنه کر میشه. یه روزی میرسه که فقط برای خودت زندگی میکنی. یه روزی میرسه که عاشق خودتی. یه روزی میرسه حتی خودتو از خدا هم بیشتر دوست داری. اون روزا نزدیکن ها. الان شاید دور برسه ولی نزدیکه رفیق. باور کن نزدیکه. من روزایی بودش که میگفتم تمومه دیگه، اصلا از این بدتر نمیشه، ولی بدتر هم شد. خیلی بدتر شد. همیشه همینه. اگه از خدا بپرسی من بدتر از اینم میشه، خدا میتونه بهت ثابت کنه که بدتر از اینم میشه. و جالبیش اینه که اول و آخر وقتی که تموم میشه همه این قضایا، وقتی که تمامی این مشکلات میرن کنار، وقتی که سختی کار میره کنار، اون روزیه که تو میفهمی که همه این سختی ها عاملش خودت بودی. هیچ کس دیگه این مشکلات رو برای تو به وجود نیاورده. اون روز همون روزیه که میفهمی چقدر قوی هستی. واقعا هم همینه. من خیلی وقتا تو زندگی شده شکست خوردم، مشکل داشتم و فکر میکردم نمیتونم و پسش بر بیام، زورشو ندارم، تواناییشو ندارم و شد. عجیب غریب شد. یه جاهای آدم وقتی به خودش میاد میبینه چقدر زور داره. میتونی اینو بفهمی رفیق؟ میتونی خودتو ببینی؟ میتونی عاشق خودت باشی؟ میتونی دست خودتو بگیری ببری پارک باش قدم بزنی؟ میتونی دست خودتو بگیری ببری یه بستنی برای خودت بخری؟ میتونی عاشق خودت باشی؟ میتونی خودتو زندگی کنی؟ ای نسخه اسرار الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در این عالم است، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی.
امیدوارم با خودت رفیق باشی رفیق، که این رفاقت هیچ لطمه‌ای بهت نمیزنه و تا آخر عمرت باهاته. یه روزی میرسه که همه اینا رو میفهمی. یه روزی میرسه که آرومی. اون روزیه که با خودمون رفیق شدیم. همین. هر جای این دنیا که هستی بی نهایت خودت باش. من سید پور هستم و اینجا رسانه انگیزشی و لایف استایل رویاهای مقدس.